23 ژوئن 2021 بارسلونا، اسپانیا. تو دل یه سلول تاریک که تنگ‌تر از یه تابوته، مردی نشسته و خیره به دیوار سیمانی روبروشه. نور سرد مهتابی با وزوز ممتدش فضا رو پر کرده. مثل صدای مرگه که آروم آروم نزدیک میشه. ریشاش حالا دیگه سفید شده. چشماش که یه روزی آبی براق بود حالا دیگه کدر و گود افتاده است. ولی هنوز دارن فکر میکنن، حساب میکنن، میسنجن. اونور میله ها صدای قدم های نگهبان توی راه رو میپیچه. منظم، بی احساس دارن نزدیک میشن. خودش خوب میدونه چرا. مدارک امضا شده. آمریکا درخواست استردادش رو داده. جان مکافی مردی 75 ساله، نابغه نرم افزاری که حالا به فراری تبدیل شده. لبخندی نصف نیمه میزنه، بیشتر شبیه یه آه سنگینه. روبروی تختش روی دیوار گچی کسی با ناخن یک کلمه حک کرده: آزادی. با انگشتش رد اون خط رو دنبال میکنه. بعد یه نگاهی به در میندازه. همون لحظه صدای باز شدن قفل میاد. چند دقیقه بعد دنیا با یه خبر از خواب میپره. جان مکافی توی سلول زندانش مرده پیدا شد. گفتن خودکشی بوده، ولی خیلیا باور نکردن، چون اون فقط یه میلیونر تکنولوژی نبود که زیادی درخشیده باشه. جان کسی بود که دفاع دیجیتال رو اختراع کرد و بعد به همون سیستم هایی که یه روزی قول محافظتشون رو داده بود اعلام جنگ کرد. مردی که از ترس ویروس ها یه امپراتوری ساخت و بعد خودش تبدیل شد به یه ویروس غیر قابل پیش بینی، مصری و توقف ناپذیر. چطور اولین سلطان آنتی ویروس دنیا تبدیل شد به تحت تعقیب ترین فراری؟ چطور کسی که ثروتش رو با محافظت از بقیه ساخت آخرش از همه فرار کرد؟ داستان جان مکافی فقط درباره تکنولوژی نیست. داستان وسواس، پارانویا و هزینه آزادی مطلقه. فصل اول، قبل از سقوط. سال 1945 جان توی یه پایگاه نظامی آمریکایی در خاک انگلیس به دنیا اومد. بزرگ شد بین دو دنیا، نظم نظامی و هرج و مرج خانوادگی. پدرش یه سرباز ارتش آمریکا بود، مردی سرد و دائم الخوف. مادرش یه زن انگلیسی مهربون ولی خسته، همیشه زیر سایه خشم شوهرش زندگی می‌کرد. وقتی جان 15 سالش بود، اون خشم برای آخرین بار فوران کرد. پدرش با اسلحه خودش رو کشت. اون لحظه یه زخم عمیق توی ذهن جان گذاشت. نفرت از قدرت، ترس از کنترل. سالها بعد توی مصاحبه جان مرگ پدرش رو شروع همه چی میدونه. مکافی نابغه بیقرار بود و معتاد به ایده ها، به خطر و به فرار. ریاضی خوند توی کالج رووناک، ولی بیشتر وقتشو با کامپیوترهای اولیه میگذروند. شیفته این بود که چطور این ماشین ها مثل ذهن انسان فکر میکنن. بعد از فارغ التحصیلی بین شغل‌های مختلفی سرگردون بود. ناسا، زیراکس، لاکهید مارتین. همیشه تاثیرگذار، همیشه غیر قابل پیش بینی. مسائل غیر ممکن رو حل میکرد. بعد یهویی غیبش زد. همکاراش بهش میگفتن نابغه، ولی یه چیز دیگه هم صداش میکردن: بی‌ثبات. در اواخر دهه 80 طول کشید تا ایده‌ای پیدا کنه که ازش یه افسانه بسازه. یه صبح وقتی داشت درباره یه نوع جدیدی از کدهای مخرب به اسم ویروس‌های کامپیوتری میخوند، فهمید دنیا هیچ دفاعی در برابرش نداره. هر کامپیوتری میتونست آلوده بشه. هر شبکه‌ای قابل نفوذ بود. یه جنگ نامرئی بود، ساکت، دیجیتال و اجتناب ناپذیر. مکافی فقط تهدید رو ندید، فرصت رو هم دید. خودشو توی دفتر خونگیش حبس کرد و شروع کرد به نوشتن کدهایی که میتونست این مزاحم‌های دیجیتال رو شناسایی و خنثی کنه. سال 1987 شرکت مکافی رو تأسیس کرد. اولین شرکت آنتی ویروس دنیا. چیزی که با چند خط کد شروع شد، خیلی زود تبدیل شد به یه پدیده جهانی. شرکت‌ها، دولت‌ها و میلیون‌ها کاربر کامپیوتر شخصی نرم افزارش رو خریدن. مکافی تبدیل شد به اسمی آشنا، مترادف با امنیت توی دنیایی که هنوز نمیدونست چقدر آسیب پذیر. چند سال بعد ثروتش به صدها میلیون دلار رسید، ولی شهرت کاری کرد که ویروس ها نتونستن. آلودش کرد، وسواس پیدا کرد نسبت به تصویر خودش. سخنرانی درباره جنگ سایبری، پیشبینی آخر زمان دیجیتال. ادعا می‌کرد دولت‌ها دارن از طریق صفحه‌های نمایش همه رو زیر نظر می‌گیرن. اوایل دهه 90 شرکتش عمومی شد. سرمایه‌گذارها عاشق محصولش بودن، ولی مکافی از ساختار متنفر بود. جلسه ها، قوانین،
کنترل. میگفت من واسه شرکت ها ساخته نشدم. شرکت ها زندان هایی هستند با دستگاه های قهوه ساز. سال 1994 سهامش رو فروخت و رفت. حدود 100 میلیون دلار به جیب زد. ولی آزادی برای جان هیچ وقت به معنای آرامش نبود. یه نمونه جدید از هرج و مرج بود که جان همیشه منتظرش بود. ویلا خرید، هواپیما، ماشین و زندگیشو پر کرد از آزمایش ها. هم علمی هم شیمیایی. روزاش تبدیل شد به یه ترکیب عجیب از یوگا، اسلحه، مدیتیشن و مواد توهم‌زا. خودش یه نمونه زنده بود که نشون میداد هوش بالا همیشه به خرد منتهی نمیشه. تا اینکه بحران مالی 2008 رسید. مکافی بیشتر ثروتش رو توی اون سقوط اقتصادی از دست داد. ولی به جای اینکه دوباره بسازتش، فرار کرد به بلیز، یه کشور کوچیک توی آمریکای مرکزی که هم ارزون بود، هم مهمتر از اون بدون محدودیت. توی جنگل‌های بلیز، کسی که یه زمانی محافظ دنیای دیجیتال بود، تصمیم گرفت از دنیای واقعی جدا بشه. اونجا وسط نگهبان‌ها، اسلحه‌ها و همراه‌های جوان، مکافی شروع کرد به ساختن یه مقر، یه پادشاهی واسه خودش. ادعا می‌کرد که داره روی یک آنتی بیوتیک جدید کار می‌کنه. معلیا میگفتن داره با مواد مخدر آزمایش می‌کنه. حقیقت یا دروغ؟ مثل همیشه مکافی یه جایی وسط این دوتا ایستاده. ولی جالبه که این بهشت هم زیاد دووم نیاورد. وقتی همسایه‌اش گریگوری فاول با گوله کشته شد، پلیس بلیز اسم جان مکافی رو به عنوان مظنون اعلام کرد و اونجا بود که زندگی دومش شروع شد. زندگی یه مرد که همیشه در حال فراره. بلیز 2012. هوا سنگین و مرطوبه. جنگل مثل یه موتور قدیمی که هیچ وقت خاموش نمیشه، مدام زمزمه میکنه. اون طرف جزیره، لبه شمالی، بعد از جاده‌های خاکی و کلبه‌های زنگ زده، مقر جان مکافی مثل یک کابوس تبدار قد علم کرده. دیوارهای فلزی موجدار، برج‌های دیدبانی با نگهبان‌های مسلح و نورافکن‌هایی که شب رو سوراخ میکنه. توی اون مقر مکافی بیداره. هفته هاست خواب درست حسابی نداشته. دیوارها پرن از مانیتورهای امنیتی که جنگل، جاده، ساحل و تمام اطراف رو نشون میدن. مطمئنه که یه عده‌ای زیر نظر دارنش و شاید واقعا هم همینطوری باشه. همسایه‌اش گریگوری فاول همین تازگی‌ها مرده پیدا شده. یه گوله پشت سرش. جنازش هم توی خونه خودش پیدا شد. فقط چند صد متر اونورتر از مقر مکافی. پلیس بلیز اسم مکافی رو به عنوان مظنون اصلی اعلام میکنه، ولی قبل از اینکه حتی برن درشو بزنن، غیبش میزنن. جان همون شب با پای برهنه عرق ریزان از بین مانگروها میزنه به دل تاریکی. فقط یه کوله پشتی، یه مش پول نقد و سگش همراهشن. چیزی که بعدش اتفاق میفته بیشتر از یه فرار، یه سقوطه. یه تعقیب و گریز که مرز بین واقعیت و پارانویا رو محو میکنه. چند هفته بعد دنیا داره یه توهم دیجیتالی رو به صورت زنده نگاه میکنه. مکافی شروع میکنه به فرستادن پیام‌های رمزی برای خبرنگارا. با گوشی‌های یه بار مصرف تماس میگیره، توی وبلاگ‌های مخفی آپدیت میذاره و اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی رو طوری دستکاری میکنه که انگار همزمان توی چند تا کشوره و موهاشو رنگ میکنه و حمله قلبی جعلی راه میندازه و به مامورای مرزی رشوه میده. چند روز توی جنگل قایم میشه، خودشو به شکل ماهیگیرا در میاره و با یه تیم فیلمبرداری کوچیک وارد گواتمالا میشه تا همه چیز رو مستند کنه. میگه از قانون فرار نمیکنه، داره واسه جونش فرار میکنه. به خبرنگارای ویس میگه اونا میخوان ساکتم کنه. فکر میکنن زیادی درباره فسادشون و قتل عامشون میدونن، ولی من بی سر و صدا نمیمیرم. اولش حرفاش شبیه یه آدم پارانوید به نظر میرسه، ولی بعد تیکه های این پازل شروع میکنن به جور شدن. مقامات بلیز متهم میشن به ارتباط با کارتل ها. پلیس ملی با پرونده های فساد روبرو میشه. شاید مکافی واقعا توهمی نداشت، ولی بیگناه هم نبود. معلیا پچ‌پچ میکنن درباره آزمایش‌های عجیب و غریب توی مقرش، درباره مواد شیمیایی که توی رودخونه ها ریخته شده بود، درباره دخترای جوانی که استخدام شدن تا داروهای جدیدش رو تست کنن. بعضیا بهش میگن دانشمند دیوونه، بعضیای دیگه هم اونو زندونی نبوغ خودش میدونن. تا دسامبر 2012 مکافی تبدیل میشه به تحت تعقیب ترین مرد آمریکای مرکزی، نه فقط واسه پلیس بلیز، بلکه واسه رسانه‌های جهانی. داستانش وایرال شده، سلطان آنتی ویروس که حالا فراری جنگل شده.
و در انتها اشتباه بزرگش. وقتی توی گواتمالا قایم شده بود، خبرنگارای 20 یه عکس با مکافی منتشر میکنن و این عکس اطلاعات GPS داره. چند ساعت بعد مقامات گواتمالا پیداش میکنن. فلش دوربین‌ها، هجوم خبرنگارا و مکافی به خاطر ورود غیرقانونی دستگیر میشه. ولی نمیترسه، نمایش اجرا میکنه. توی بازداشت 2 بار حمله قلبی جعلی راه میندازه تا تأخیر بندازه و به وکیلهاش وقت بده برای مبارزه با استبداد. وقتی بالاخره دیپورت میشه، مقصد بلیز نیست بلکه آمریکاست. یه جوری میشه گفت دوباره از جایی که بیشتر از همه ازش میترسید، برنامه یه فرار میچینه و از اونجا فرار میکنه. از هواپیما توی میامی پیاده میشه با کت شلوار و یه لبخند پهن. رو به خبرنگارا میکنه و میگه آزادی دوباره حس خوبیه. نمیشه همیشه حقیقت رو زندونی کرد. آزادی برای جان مکافی همیشه یه بازی میلیمتری بوده. یه مذاکره دائمی بین هرج و مرج و کنترل. ولی حالا یه چیزی توی چشماش فرق کرده. هنوز داره حساب کتاب میکنه ولی خستگی هم توش هست. فراری مزه توجه رو چشیده و حالا توجه براش شده یه اعتیاد قوی‌تر از هر ماده‌ای که تا حالا امتحان کرده. از اون لحظه به بعد بود که مکافی دیگه از نور فرار نمی‌کرد بلکه به سمتش می‌دوید. امپراتور هرج و مرج. وقتی جان برگشت آمریکا، اون جان مکافی دیگه اون فراری پابرنه با پوست سوخته از جنگل نبود. جاشو داده بود به یه نسخه جدید از خودش، یه امپراتور خودخوانده آزادی دیجیتال با کچلوارهای شیک، لپتاپ همیشه همراه و زبونی تیز که آماده بود علیه نظارت، مالیات و دولت‌ها اعلام جنگ کنه. توی تنسی ملک خرید، مصاحبه پشت مصاحبه و یه اکانت توییتر ساخت که خیلی زود تبدیل شد به صحنه نمایش خودش. ولی به جای عذرخواهی بابت گذشته، اون رو تبدیل کرد به یه افسانه. توییت میزد اونا منو دیوونه صدا میکنن، ولی فقط دیوونه ها هستن که دنیا رو همونطوری که واقعا هست میبینن. برای میلیون ها نفر مکافی دیگه فقط یه اسم نبود، یه نماد شده بود. نماد یه نابغه یاغی، یه مردی که فساد سیستم رو دیده و جرأت کرده باشون بجنگه. ولی زیر این افسانه واقعیتی بود عجیب‌تر، تاریک‌تر و انسانی‌تر. جان شروع میکنه به تبلیغ رمز ارزها. بیت کوین رو کلید رهایی از بردگی میدونه. ادعا میکنه آینده بلاک چین رو میدونه. میتونه پیش بینی کنه کدوم کوین ها قراره بهتره کنه. سرمایه‌گذارها به حرفاش هجوم میبرن. بازارها با توییت هاش بالا و پایین میشن. ولی نهادهای نظارتی شروع میکنن به زیر نظر گرفتنش. پشت هر ادعا شک دارن که داره بازار رو دستکاری میکنه. مکافی براش مهم نیست. براش مرز بین امپراتوری و تحریک کنندگی دیگه وجود نداره. از اماراتش لایو میذاره، با اسلحه توی دستش داد میزنه، ویدیوهای رمزآلود از مکانهای مخفی منتشر میکنه و اشاره‌هایی به توطئه‌هایی میکنه که میگه میتونن پایه‌های دنیا رو بلرزونن. تبدیل میشه به یه ترکیبی از هنرمند نمایشی و یه فیلسوف فراری، اما کاملا معتاد به نمایش. خبرنگارایی که باهاش ملاقات میکنن از فضای هرج و مرج اطرافش میگن. محافظهای مسلح، سر و صدای دائمی، پارانویا. ولی توی لحظه‌های آرومتر هنوز برق اون ذهن نابغه رو میشه دید. همون مهندسی که یه زمانی میلیون ها کامپیوتر رو از نابودی نجات داد. درباره کد حرف میزنه، همونطور که شاعرها درباره کلمات حرف میزنن. ولی بعدش سر میخوره از الهام به توهم. شروع میکنه به نامزد شدن برای ریاست جمهوری، اونم 2 بار. یه بار با حزب لیبرتاریان با شعار آزادی کامل از نظارت دولتی. دور دنیا سفر میکنه، سخنرانی میکنه درباره یه حریم خصوصی، کنترل و شورش. هشدار میده که دولت‌ها همین حالا هم میدونن توی گوشی شماها چیه، با کی حرف میزنین و حتی درباره چی خواب میبینین. مردم میخندن به صحبتاش، تا اینکه افشاگری‌های اسنودن نشون میده اون خیلی هم بیراه نگفته. تا سال 2017 مکافی تبدیل میشه به یه جور قدیس فراری دیجیتال، ضد قهرمان عصر نظارت. ولی واقعیت داره بهش نزدیک میشه. اداره مالیات آمریکا تحقیق درباره فرار مالیاتی رو شروع کرده. سازمان بورس و اوراق بهادار SEC تبلیغات رمز ارزهاش رو بررسی میکنه. سالهاست که اظهارنامه مالیاتی پر نکرده. نه چون نمیتونسته، بلکه چون نمیخواسته. به دنبال کننده هاش میگه مالیات یعنی دزدی و من توی دزدی شرکت نمیکنم.
دوباره شروع میکنه به حرکت. کارائیب، باهاما، کوبا و در نهایت آبهای بین المللی. روی کشتی زندگی میکنه که اسمشو گذاشته قایق آزادی. همراه با همسرش جنیس، چند نفر خدمه و یه انبار بزرگ اسلحه. دوربین ها همه چیز رو ثبت میکنن. هر داد زدن، هر پیشگویی. طرفداراش باور دارن که داره از دولت‌های فاسد فرار میکنه. منتقداش میگن داره از عدالت فرار میکنه. شاید به نوعی هر دوش درست باشه. برند مکافی که یه زمانی مترادف با محافظت و آنتی ویروس بود، حالا تبدیل شده به یه چیز کاملا متفاوت. یه ویروس ایدئولوژیک. هر جا میره رد پایی از سردرگمی و جذبه رو به جا میذاره. هشدار میده درباره دولت سایه، درباره فایل های مخفی که ادعا میکنه داره. 31 ترابایت اطلاعات رسوا کننده که اگه منتشر بشن میتونن نخبگان جهان رو نابود کنن. هیچ کس نمیدونه این فایل ها واقعا وجود دارن یا نه. هیچ کس تا حالا ندیدتشون، ولی شایعه مثل آتیش پخش میشه. سال 2019 یه عکس از خودش توی کشتی منتشر میکنه با اسلحه توی دستش. زیر عکس نوشته مسلحم، توی آبهای بین المللی ام و هیچ وقت بر نمیگردم آمریکا. پست وایرال میشه ولی چند ماه بعد دوباره شکارش جدی میشه. دولت‌ها از طعنه‌هاش خسته شدن و یه صبح تو سال 2020 وقتی کشتیش توی اسپانیا پهلو میگیره، پلیس اسپانیا آروم، مؤثر و بی‌وقفه وارد میشه. وقتی میگیرنش آرومه، مقاومت نمیکنه، فقط یه نگاه بهشون میندازه و لبخند میزنه و میگه خوبه، بالاخره رسیدیم. تبعید نهایی. بندر بارسلونا زیر سپیده دمی فلزی و رنگ پریده زمزمه میکنه. جان مکافی از رمپ کشتی پایین میاد. انگار که داره یه دایره کامل میشه. وسط پلیس‌های اسپانیایی و فلش دوربین‌ها موهاش حالا نقره‌ای شده. لبخندش هنوز تیزه، نگاهش برنده است. بیشتر شبیه کسیه که داره توی اجرای خودش شرکت میکنه. در کسی که دارن دستگیرش میکنن. خودش خوب میدونه آمریکا میخواد برش گردونه. اتهام‌هاش فرار مالیاتی، کلاهبرداری و تبلیغ رمز ارز بدون افشای اطلاعات. ولی برای مکافی این عدالت نیست. این سیاست ورزیه. قدرتیه که میخواد دوباره افسار کسی رو به دست بگیره که یه عمر ازش فرار کرده. به مامورا میگه فکر میکنید با زندونی کردن من میتونید متوقفم کنید. شما هیچ وقت نمیتونید یه ایده رو زندانی کنید. جان رو میبرن به زندان براینز 2. یه قلعه خاکستری بیرون اسپانیا. دیوارها از رطوبت عرق میکنه و زمان توی هوا مثل مه غلیظه. از همون سلول باریک شروع میکنه به نوشتن نامه‌هایی برای دنیای بیرون، برای طرفداراش، برای خبرنگارا، برای همسرش جنیس. متن نامه‌هاش تند و تیزه ولی محکم. اصرار داره که حالش خوبه. از طریق واسطه‌ها توییت میزنه. اینجا راضیم، اینجا رو دوست دارم، غذاش عالیه. بدونید که اگه خودمو دار بزنم تقصیر من نبوده. این جمله ها توی اینترنت میپیچه. طرفداراش میگن این یه هشدار بود. منتقداش میگن داره بازی روانی میکنه. در هر صورت اون پیشگویی مثل یه ابر سنگین توی هوا و معلقه. توی یکی از مصاحبه‌های قبل از دستگیریش مکافی زندگیشو با یه بازی شطرنج مقایسه کرده بود. یه لحظه‌ای هست که دیگه واسه بردن بازی نمی‌کنی، فقط بازی می‌کنی که روی صحنه بمونی. و دقیقاً همین حس توی ماه‌های آخرش بود. یه مردی که داره تلاش می‌کنه روی صفحه بمونه، حتی وقتی هر حرکتش محدود شده به یه خون. وکیلاش درخواست تجدید نظر میدن. جنیس همسرش ویدیوهایی منتشر میکنه و کمک میخواد. توی اینترنت شایعه ها میپیچه. بعضیا میگن دولت آمریکا میخواد ساکتش کنه. بعضیای دیگه باور دارن که داره واسه یه فرار نهایی نقشه میکشه. در همین حین توی اون سلول باریک مکافی آروم مدیتیشن میکنه و ورزش میکنه و مینویسه. نگهبانا میگفتن عجیب غریب خوشرو، شوخی میکرد، شعر مینوشت و آواز میخوند و بعضی شبها آروم یا آهنگ قدیمی رو زیر لب زمزمه میکرد، آهنگی که هیچ کس نمیشناختش. یه روز صبح خبر میرسه دادگاه عالی اسپانیا با استردادش با آمریکا موافقت کرد. مکافی خبر رو آروم دریافت میکنه، صبحونه‌شو میخوره و با یه زندونی دیگه حرف میزنه و بعد برمیگرده به سلولش. روی تختش میشینه و توی دفترچه کوچیک مینویسه، همون دفترچه‌ای که از زمان بلیز همراهشه. نگهبانا میگن آروم بود. چند ساعت بعد راهروی زندان ساکت بود. یاژیر سکوت رو میشکنه. وقتی نگهبانا به سلولش میرسن دیگه دیر شده. ولی اینکه توی اون اتاق چی گذشت هنوز محل بحثه.
بعضیا میگن ناامید بود، اینکه فهمید زندگی شورشگرانه بالاخره به بنبست رسید. بعضیا دیگه باور دارن که آخرین اجرای خودش رو انجام داد، یه نمایش نهایی از سرکشی. و یه عده‌ای هم هستن که فکر میکنن اصلا نمرده، که اون حقه بازه، که اون یه عمر میتونه ناپدید باشه و کافیه فقط یه بار دیگه موفق بشه. توی سالهای بعد افسانه‌اش فقط بزرگتر شد. ایمیل ها، توییت ها، فایل هایی که ادعا میکرد داره، هیچ کدوم پیدا نشد. طرفداراش هنوز دارن بلاک چین رو زیر نظر میگیرن، دنبال نشونه ای از دد سویچن. اون افشاگری افسانه‌ای که گفته بود اگه ساکتش کنن منتشر میشه و نخبگان دنیا رو رسوا میکنه. هیچ چیز تا حالا ظاهر نشده و شاید دقیقاً این همون چیزی بود که جان مکافی میخواست. یه مرد که با رمز و راز تعریف میشد، یه زندگی که مرز بین حقیقت و نمایش رو محو کرده بود، یه داستان که با نقطه تموم نمیشه، با علامت سوال تموم میشه. واقعاً جان مکافی کی بود؟ یه آینده بین که دنیا رو زیادی واضح میدید، یا یه دیوونه که هرج مرج رو با آزادی اشتباه گرفته بود؟ تنها کسی که جوابشو میدونه الان دیگه نیست و شاید این آخرین پیروزی جان مکافی بود.